من چگونه با کسی مهاجه کنم که بر من از کتابی دلیل می آورد که من اون را منکرم و از پیامبری می گوید که من به او نگرویدم؟ ای بزرگ نصرانی، من اگر دلیل و حجت از انجیل بیاورم تو را کفایت می کند؟ آیا من می توانم انجیل را منکر شوم؟ پس لطفی کن و صبور باش تا به وقتش با هم سخن بگوییم و دلیل و منطق یکدیگر را بشنویم. من بپرسم یا شما سوال میکنید؟ من سوال میکنم. چگونه نبوت محمد را اثبات میکنید؟ ای عالم یهود، موسی ابن عمران، عیسی ابن مریم و داوود پیامبر که سلام خداوند بر آنها باد به نبوت او آگاهی دادند. گفته موسی ابن عمران را ثابت کنید. آیا قبول داری که موسی علیه السلام به بنی اسرائیل سفارش کرد و گفت پیامبری از برادران شما خواهد آمد، او را تصدیق کنید و اطاعت نمایید؟ آری. حال اگر خویشاوندی بین یعقوب و اسماعیل و رابطه آن دو را از طرف ابراهیم می‌دانی، آیا قبول داری که بنی اسرائیل برادرانی غیر از فرزندان اسماعیل نداشتند؟ آری. آیا از نظر شما این مطلب صحیح نیست؟ چرا صحیح است، ولی دوست دارم صحت آن را از تورات برایم ثابت کنید. آیا منکر این مطلب هستی که تورات به شما میگوید نور از کوه طور سینا آمد، از کوه سائیر بر ما درخشید و از کوه فاران بر ما آشکار گردید؟ با این کلمات آشنا هستم، ولی تفسیرشان را نمیدانم. تو عالم‌تر از آن هستی که ندانی. جمله نور از کوه طور سینا آمد اشاره به وحی خداوند است که در کوه طور سینا بر موسی نازل کرد. جمله از کوه سائیر بر ما درخشید اشاره به کوهی است که خداوند در آن بر عیسی ابن مریم وحی نمود. و جمله از کوه فاران بر ما آشکار گردید اشاره به کوهی از کوههای مکه است که فاصله اش تا مکه 1 روز است. و شعیای پیامبر طبق گفته شما و دوستانتان گفته است 2 سوار می‌بینم که زمین بر ایشان می‌درخشد. یکی از آن 2 سوار بر درازگوشی است و دیگری سوار بر شتر. آن 2 سوار کیستند؟ نمیدانم. آن که بر درازگوشی سوار است عیسی علیه السلام است و شتر سوار محمد علیه السلام. آیا این مطلب تورات را منکری؟ نه، انکار نمی کنم. درباره نبوت عیسی و کتابش چه عقیده‌ای داری؟ من به نبوت عیسی علیه السلام و کتابش و آنچه امتش را بدان بشارت داده و حواریون نیز آن را پذیرفتند ایمان دارم و از هر کس و هر عقیده و مسلکی که چنین بشارتی را منکر شود و نبوت محمد علیه السلام را انکار نماید براءت می‌جویم. مگر هر حکمی نیاز به 2 شاهد عادل ندارد؟ چرا؟ پس به عنوان گواه 2 شاهد عادل از غیر از همکیشان خود که مسیحیت آنان را قبول داشته باشد به من معرفی کنید. بگو بدانم گواه عادل از نظر تو کیست؟ مثلا آیا سخنان مردی را که نزد مسیح علیه السلام صاحب مقام و منزلتی بوده به عنوان بیانه و دلیل میپذیری و چون این شخصی را گواه عادل میدانی؟ این شخص عادل کیست؟ فرض کن از یوحنا اسم ببرم. یوحنا دیلمی، محبوب ترین شخص نزد مسیح را نام میبرید. آیا این سخن از یوحنا نیست که مسیح مرا به دین مردی عرب آگاه کرد
و مژده داد که بعد از او خواهد آمد و من این خبر را به حواریون رساندم و ایشان نیز بر او و اهل بیت و جانشینانش درود و تحیت فرستادند. بلی، یوحنا از قول حضرت مسیح نبوت مردی را مژده داده و نیز به اهل بیت و وصی او نیز بشارت داده. خب پس دیگر منتظر چه هستید؟ اگر مطلبی از انجیل برایم روشن شود انکار نمی کنم. مگر آنچه از قول یوحنا گفتم به نقل از انجیل نبود؟ شاید گمان میکنی که انجیل را نخواندم و سخنی از سر اتفاق از زبان دیگران به گوشم رسیده است. حال اجازه بده من سوالی بکنم. چرا شما عیسی را نعوذ بالله پسر خدا میدانید و مقام و مرتبه ربوبیت برای او قائلید؟ چون هر کس مرده را زنده کند خداست و شایسته پرستش. یسوع نیز همین کارها را میکرد. بر روی آب راه میرفت، مرده زنده میکرد، نابینا و مبتلا به پیسی را شفا میداد، ولی امتش او را نه پسر خدا دانستند و نه پرستیدند. حزقیل پیامبر نیز مرده ها را زنده میکرد. 35,000 نفر را بعد از گذشت 60 سال از مرگشان زنده نمود. مطالب مربوط به این عده از جوانان بنی اسرائیل در تورات آمده است. شما که عیسی را پسر خدا می‌دانید، باید یسوع و حزقیل را نیز پسر خدا بدانید. ای رأس الجالوت، از تو درباره پیامبرت موسی بن عمران سوال میکنم. چه دلیلی بر نبوت موسی علیه السلام است؟ او معجزاتی آورد که انبیاء پیشین نیاورده بودند. در مورد اینکه دلیل موسی بر حقانیت دعوتش معجزاتی بود که دیگران نتوانستند بکنند درست میگویی. حال هر کس که ادعای نبوت بکند سپس کاری انجام دهد که دیگران قادر به انجام آن نباشند، تصدیقش بر شما واجب نیست؟ نه، مگر اینکه کرامات و معجزاتی مانند موسی داشته باشد. پس چگونه به انبیایی که قبل از موسی بودند ایمان داری، حالان که نه دریا شکافتند، نه از سنگ 12 چشمه جاری کردند، نه عصا به مار تبدیل نمودند و نه مثل موسی علیه السلام ید بیضا داشتند؟ من که گفتم هرگاه برای اثبات نبوتشان معجزاتی بیاورند تصدیقشان واجب است. پس چرا به عیسی ابن مریم ایمان نمی آوری؟ میگویند او معجزاتی داشته ولی ما ندیده ایم. آیا معجزات موسی را دیده ای؟ آیا اخبار این معجزات از طریق افراد قابل اطمینان به شما نرسیده است؟ چرا رسیده است. در مورد معجزات عیسی ابن مریم نیز اخبار متواتر برای شما نقل شده. پس چرا موسی را تصدیق کردی ولی به عیسی ایمان نیاوردی؟ ای پسر موسی بن جعفر، نصرانی و یهود را درمانده کردی و قدرت استدلال خیش را نمایاندی. حال من حسابی سؤالی دارم که اگر پاسخگویی در مقابل این جماعت بر علم تو شهادت خواهم داد و تو را یگانه عالم خواهم شناخت. تو باید عمران صابی باشی، اینطور نیست؟ همینطور است. سوالت را بگو. خداوند اولین موجودی را که در عالم هستی خلق کرد چه بود؟ سوال کردی پس خوب دقت کن. واحد همیشه واحد بوده، همیشه موجود بوده بدون اینکه چیزی به همراهش باشد، بدون هیچ گونه حدود و اعراضی، و همیشه نیز این گونه خواهد بود. سپس بدون هیچ سابقه قبلی مخلوقی را با گونه دیگر آفرید.
با اعراض و حدودی مختلف، نه آن را در چیزی قرار داد و نه در چیزی محدود نمود و نه به مانند چیزی ایجادش کرد و نه چیزی را مثل او نمود و بعد از آن مخلوقات را به صور مختلف بدون اینکه نیازی به آنها داشته باشد آفرید. اگر خالق واحد باشد آیا با آفرینش خلق خود تغییر نمی کند؟ خدا بوده و با خلقت خلایق تغییر نمی کند، بلکه مخلوقات با تغییراتی که خدا در آنها ایجاد می کند تغییر می کند. ما خدا را با چه چیز شناختیم؟ با چیزی غیر از او. غیر از او چیست؟ مشیت او، اسم او، صفت او و هر چیز دیگر شبیه اینها و همگی اینها مخلوق، حادث و تدبیر شده خداوند هستند. او چیست؟ نور است، به این معنی که مخلوقاتش را هدایت می کند. آیا اینطور نیست که قبل از آفرینش ساکت بوده و بعد به نطق آمده است؟ سکوت در جایی معنی دارد که قبلا نطقی در بین باشد. آیا او در مخلوقات هست و یا مخلوقات در اویند؟ او برتر از این هاست. بگو ببینم آیا تو در آینه هستی یا آینه در تو؟ اگر هیچ کدام در دیگری نیستی چگونه خودت را در آینه میبینی؟ توسط نوری که بین من و آن است. آیا آن نور را در آینه میبینی؟ بلی. به ما نشانش بده. آیا یکتایی خداوند به حقیقت درک می شود و یا از روی وصف؟ خداوند ایجاد کننده یکتا، همان موجودی که از اول بوده است، همیشه یکتا بوده بدون اینکه چیزی به همراهش باشد. تک است و دومی ندارد، نه معلوم است نه مجهول، نه محکم است نه متشابه، نه در یاد هاست و نه فراموش شده، نه چیزی است که نام چیز دیگری از اشیاء غیر از خودش به او نهاده شود. اینطور نیست که از وقتی خواست موجود شده باشد و تا وقت معینی باقی بماند، یا قائم به چیز دیگری بوده باشد. به چیزی تکیه نکرده و در چیزی پنهان نشده است. سرورم، شهادت میدهم او همان گونه است که وصفش نمودید. ابوالحسن داناترین مرد عرب است. هیچ کس نمیتواند با او مباحثه کنه.